سوال دادن از افغانستان که حضرت ما همین تراویح را 8 تا بخونیم یا 20 تا؟ گفتن که اصلنش بگیری 20 رکعت. 8 رکعت تراویح در یگان جو نیست برادر عزیز. نه آمده از پیغمبر یگان حدیثی که پیامبرمون 8 رکعت تراویح خوانده است. کجا در اون حدیث؟ او حدیثی که 8 رکعت را برادرها بعضی ها میارن او ای نماز تهجد است. او خودش هم در باب تهجد آمد. باب تراویح خودش مخصوص باب است که سخن حضرت عمر را میارد که در زمان خودش آمد مردم هم خیلی جمع شدگی هر کی تراویح را جدا جدا میخوان. حضرت عمر گفت ابی ابن کعب است، یعنی حافظ قرآن همون زمان پیامبرمون حتی گفت هستن. گفت حضرت پیش بدرون درود 20 رکعت ای پشتش حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبدالله بن مسعود، جمعی اصحابی که همه عالم و همه صاحب مرتبه بودن ای پشت حضرت نماز خواندن. 20 رکعت خواندن. نمی‌ترسیدن که یکی اگر ما بازی بگیم حضرت عمر توی را احتجاج آوردی حضرت عمر حکم قتل شب بگذارد. و از هیچ حذر نداشتن. کسی سنت پیغمبر از ذره اگر یگان عوض میکرد با خدا باور کنید او را احوالش خیلی بد میشید. ولی یک کس اعتراض نکرد. از این لحاظ برادرای عزیز انمی خیلی خلل ها در ما وارد میشه. بعد میاد خودش دیگر دعوا میکنن ما مثال اهل سلفیم. تو اهل سلف نیست، تو اهل نزاعی، تو نزاع میاندازی. سلف اهل سلفی هیچ وقت نزاع نمیانداخت. حتی میلش بود تو خیلی همون طرزی که چی نمازی را چی راهی را انتخاب کردی با برای دیگران چی در کردی قدر سختگیری میکنی. ها دست از زیر ناف نمون که نماز درست نمیشود. ای مرد که خوب من قال لا اله الا الله دخل الجنه، لا اله الا الله بگه جنت میره به نماز هم باشه. اعتقاد اهل سنت و جماعت این است. برای نماز نخواندنش پیش خدا جوابگره ولی وای مسلمانه وای مؤمنه. دست از زیر ناف نمون حدیثش ضعیفه. ای کجا فهمید حدیثی ضعیفه؟ این قدر پیروای ابو حنیفه، این قدر محدث و مفسرا با این چیز دلالت کردن، فتوا دادن. امروز مثال مانع میشود همین مسئله باور کن. این حضرت داملا خطیم شاهده. من یگان سخنی به خدا ندارم. شهر دا بدیم که اکای نامش نگیرم. مسجد به همین خاطر بستن، همه شب پیش کردن. گفتم برین گم شین تحتی خطانم تحتی هم مسئلاتونم. مسجد بالکل بستن. همین خوب میشه آبادینا.